أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب متن الآجرومیه 17 درس گرفتیم و حالا درس 18 را به سمع شما برادران و دوستان و خواهشمندان آموزش نحو پیشکش خواهیم کرد. و پیش از اونه که درس 18 که در باب عطف می باشد و پیش از اونه که این درس 18 را شروع بکنیم، اولا میخواهم درسای گذشته را مختصرا همچون عادت که درسای گذشته هم بیان میکردیم بیان بکنم که فعل مضارع در 10 جا منصوب میشود، در 18 جا مجزوم میشود، در غیر این 28 جا فعل مضارع مرفوع می باشد. اما فعل ماضی و فعل امر اینها مبنی هستند، اینها تغییر نیابنده هستند. از فعلها فقط فعلی مضارع است که تغییر می یابد. اما از اسمها باشد، ما و شما فقط اسمهای مرفوع را گرفتیم که اسم در 7 جا مرفوع می شود. یکم فاعل باشد، دوم نایب فاعل باشد، سیوم مبتدا باشد، چهارم خبر باشد، پنجم اسمی کانه باشد، ششم خبری این نباشد. پس این 6 جا را با تفصیل با مثالهایش ما و شما گرفتیم. و هفتم جایی که اسم مرفوع می شد این توابع بود. ما و شما گفتیم که توابع این 4 چیز هست. یکم نعت است یا صفت، و دوم عطف است، سیوم توکید است و چهارم بدل هست. اکنون از این توابع ما و شما فقط یک تاش را گرفتیم که آن هم نعت. باب نعت را گرفتیم که نعت از توابع هست. اکنون امروز دویم توابع را میگیریم. دویم توابع این عطف است. عطف معناش چی است؟ عطف در لغت به معنای میل می باشد. میل کردن را در زبان عربی عطفش میگویند. این در لغت عربی هست. اما در اصطلاح وقتی که ما عطف میگوییم، عطف 2 قسم تقسیم می شود. این را نوشته در یادتون بگیرید. عطف به 2 قسم تقسیم می شود. عطف بیان می شود و عطف نسق می شود. عطف به 2 قسم تقسیم می شود. عطف بیان می شود و عطف نسق می شود. عطف بیان چی هست؟ قاعده داریم در علم نحو که میگویند عطف بیان التابع الجامع الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النکیرات. این قاعده عطف بیان هست. این را اگر از یاد کردید، حفظ کردید، نور علی نور. میگوید که عطف بیان چی هست؟ عطف بیان میگه تابع از توابع هست. چطوری که ما گفتیم که توابع 4 تا می باشد، یک تاش عطف است. پس عطف قسم عطف بیان همچنین عطف چی می باشد؟ از توابع می باشد. الجامد، اسم جامد باید باشد، مشتق نباشد. ما و شما در صرف خواندیم که جامد چی هست، مشتق چی است. جامد اسم است که از اون چیزی گرفته نمی شود. مشتق اسم است که از اون چیزی گرفته می شود یا اشتقاق کردگی هستندش از کدام چیز دیگری، به مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه که
اسم تفضیل، اینها را که انشاءالله با تفصیل خواهیم خواند. همچنین در علم صرف اینها را دربارش کمی معلومات گرفتیم. الموضح لمطبوعه، عطف بیان میگه روشن کننده برای مطبوعش میباشد. مطبوع یعنی که برای ما قبلش. فی المعارفی، اگر مطبوعش معارف باشد یعنی که معرفه باشد. اکنون مثالش رو بگیرید تا اینجا عباره را خوب بفهمیم. میگد که جاءنی محمد ابنک. دقتید، جاءنی محمد ابنک. جاءنی یعنی نزد من آمد. کی آمد؟ محمد. محمد کی است؟ ابنک، پسر تو. اهمیت دادید؟ محمد و ابنک هر دو اینها یک کس هستند. محمد همون پسر تو است. پسر تو نامش محمد است. هر دوش یک آدم هست. یا میتونیم که مثال رو تغییر بدیم، باز مثال دیگر بیاریم. مثلا که جاء امیر المؤمنین عمر. دقتید، جاء امیر المؤمنین عمر یعنی که آمد. کی آمد؟ امیر المؤمنین، پادشاه، امیر مؤمن ها. امیر مؤمن ها کی است؟ عمر فاروق هست، عمر ابن خطاب هست. دیدید؟ امیر المؤمنین عمر، امیر همون عمر هست، عمر همین امیر هست. از این حسابی را میگن عطفی بیان. اکنون دقت یاد، ما گفتیم عطف بیان باید تابع باشد. در هر دی مثالی آوردهمان، مثلا که جاء امیرو، گفتیم المؤمنین عمرو میگیم، امیرو شد عمرو شد. یا در مثال اول آوردگیمون که جاء محمدون ابنوک. دیدید؟ محمدون مرفوع، ابنوک مرفوع شد. این تابع هست. الجامد، اکنون میگه جامد. جامد گفتیم از او چیزی گرفته نمیشود. مثلا عمر اسم جامد هست، یا مثلا ابن اسم جامد هست. الموضح لمطبوعه فی المعارف، موضح هست یعنی که روشن کننده هست در مطبوعش. مطبوع اکنون در اینجا چی می باشد؟ مثلا در مثال جاء امیر المؤمنین عمر، امیر مطبوع هست و عمر این عطف بیان هست. یا در مثال اول آورده همون جاءنی محمدون ابنک، محمدون مطبوع هست و ابنک این عطف بیان هست. لمطبوعه معناش همین است که در مطبوعش فی المعارف اگر معرفه باشد. مثلا امیر المؤمنین معرفه است به سبب اضافه، یا که مثلا محمدون معرفه است یعنی که علم. ما شما درس گذشته گرفتیم که معرفه می باشد. اکنون ما شما فهمیدیم عطف بیان در معرفه رو. اکنون در نکیره باشد چی میگه؟ المخصص له فی النکرات، در مخصص است عطف بیان له یعنی لمطبوعه برای مطبوعش، فی النکرات در نکره ها. اگر نکره باشد در این صورت چی می باشد؟ در این صورت مخصص هست. مثلا الله تبارک و تعالی در قرآن میگه که من ماء صدید. من ماء چی است؟ نکره است. صدید نکره است. پس ماء اینجا در مطبوع هست، صدیدین تابع است یعنی که عطفی بیان هست. پس این بود عطفی بیان، قسم یکم عطف. دوم قسم عطف نسق هست. عطفی نسق. اکنون همین درسی که ما شما میخوانیم درباره عطف نسق گپ میزند. دقت، حاضر در آجرومیه درباره عطف بیان یگان چیز نمیگوید. فقط این معلومات رو شما برای خودتون بگیرید. این معلومات رو فقط برای خودتون بگیرید و خلاص. در دیگر کتابا درباره عطف بیان با تفصیل میخونیم. این کتاب فقط درباره عطف نسق گپ میزنه. عطف نسق چی است؟ قاعدهش نوشته بگیرید، از یادش کنید اگر توانید. عطف نسق میگد که التابع الذي يتوسط بينه وبين مطبوعه احد الحروف العشرة،
میگه که عطف نسق تابع هست. چطور گفتیم که از توابع 4 تا است، یکش عطف است. میگه تابع هست. کدام نمود تابع؟ همون نمود تابعی که در بین عطف و در بین مطبوعش یکی از حرفای 10 گانه می آید. یکی از حرفای 10 گانه، یعنی 10 تا حرف است. صاحب کتاب اون 10 حرف رو آوردگی است. بیاید اکنون میخونیم اون 10 حرف چی است. اگر در بین دو اسم ان همین حرفا را دیدید، بدونید که اون عطف نسق است. اون عطف است، عطف نسق نام دارد. بیا کتاب رو میخونیم چی میگه. میگه باب العطفی، باب در بیان عطف. عطف گفتیم یکی از توابع می باشد. توابع 4 تا است. یکمش نعت است، دویمش عطف است. صاحب کتاب میگه و حروف العطف 10 و حرفای عطف میگه همگی 10 تا می باشد. حرفای عطف چند تا است؟ 10 تا. این کدام عطف در نظر دارد؟ عطف دو قسم تقسیم می شود. عطف بیان، عطف نسق. این کدام عطف است؟ عطف نسق است. و همین 10 حرف، یکم الواو، یکم واو است. دویم الفاء، دویم فا. سیم ثم. چهارم او. پنجم ام. ششم اما. هفتم بل. هشتم لا. نهم لكن. دهم حتی فی بعض المواضع گفته است. حتی همه وقت میگه حرف عطف نمی باشد، در بعض جایها حرف عطف است. اکنون این 10 حرف رو باید از یاد کنید. الواو و الفا و ثم و او و ام و اما و بل و لا و لكن و حتی فی بعض المواضع. انا اینطور این 10 طرف باید از یاد کنید. بیاید اکنون یک تا مثالش رو میگیریم و همچنین معناش میگیریم که چی معنا دارد. در کجا واو بگیم، در کجا فا را بیاریم، در کجا ثم و او ام اما بل لا لکن، اینها را ما در کجا استفاده بریم. اکنون بیایید یک تا معناش میگیریم. یکم حرف، این حرف چی است؟ واو هست. یکم حرف عطف، حرف واو هست. واو معناش برای چی است؟ لمطلق الجمعی. معناش لمطلق الجمع، برای مطلق جمع هست. مطلق جمع یعنی چی؟ مثالش رو بیاد بگیرید. مثلا میگم جاء محمد و احمد. جاء محمد و احمد. محمد آمد و احمد آمد. خلاصه که هر دوشان آمدن. من نمیگم که اول محمد آمد و بعد احمد آمد، یا معنای این را ندارد که اول احمد آمد و بعد محمد آمد، و یا معنای این را ندارد که هر دوش یک جا آمد. این معنا را یگم چه در نظر ندارد. در نظر همین را دارد که هر دوشان آمد. این را میگن مطلق الجمع. معنای واو برای چی بوده است؟ مطلق الجمع. مثالش فهمیدید. میگذاریم بعد دویم حرفی فا است. و فا برای چی است؟ و فا میگن للترتیب و تعقیب. فا برای چی است؟ معناش چی است؟ فا برای ترتیب است و برای تعقیب است. یعنی چی؟ یعنی که برای ترتیب، دلالت به ترتیب میکند. ما در بالا گفتیم ترتیب در نظر نگرفت، اول محمد آمد یا احمد. اکنون در این اگر که فا را بیاریم دلالت به ترتیب میکند. و تعقیبی، همچنین دلالت به تعقیب میکند. تعقیب یعنی چی؟ یعنی که آمدن بعدش به مهلت، اینا میگن تعقیب. مثالش بیا میگیریم خوبتر میشود. مثلا جاء علی فاحمد. یعنی چی؟ یعنی علی آمد اول به ترتیب، اول علی آمد، بعد علی احمد آمد، لیکن بعدش در اوضه آمد، در بینشون فاصله نبود، وقت نبود. مثلا که ساعت 2 محمد آمد، از 2 یک تا گذشتن، از 2 یک تا گذشتن احمد آمد. ببینید مهلت در بینشون نیست، فاصله نیست. اول ایش آمد، دویم ایش آمد، به ترتیب. لیکن از این حساب میگه که فا للترتیب و تعقیب. اکنون فهمید ترتیب و تعقیب چی است؟ برای ترتیب است و برای تعقیب است. ترتیب یعنی اول این آمد و دویم وی. تعقیب یعنی که در بینشون مهلت نبود. اینا میگن معنای فا. میگذاریم به او، میگذاریم به ثم. ثم برای چی است؟
ثم معناش همین است که للترتیب مع التراخی. ثم برای ترتیب است رنگی فابری، لیکن مع التراخی است، یعنی که با مهلت. تراخی ضد تعقیب است، تعقیب به مهلت، تراخی با مهلت. به مثل چی؟ به مثل مثلا من میگم که جاء محمد ثم احمد. یعنی چی؟ یعنی محمد آمد، اول ترتیب دلالت کرد، ثم احمد، بعد احمد آمد. یعنی که احمد دیر آمد، مثلا ساعت 2 ده، محمد آمد ساعت 3 4 5، یعنی چند قبل بعد کی آمد؟ احمد آمد. ثم را دیدید با چی دلالت کرد؟ ثم یعنی که با ترتیب و تراخی، مهلت، در بین مهلت هست. میگذاریم به قسم بعدی. او و او حرفی چی است؟ حرفی عاطفه. این چهارم حرفی عاطفه است. او معنیش برای چی است؟ چی معنی دارد؟ او میگه للتخییری او الاباحتی. او میگه برای اختیار هست، یعنی یک تاش را اختیار کن، هر دوش اختیار کردن نداری. و برای اباحت است، برای مباح بودن هست. یعنی چی؟ برای مثال برای چی را میگیریم؟ برای تخییر میگیریم. تخییر میگن که جمع کردن بین هر دوش جایز نیست، اما در اباحه جمع کردن هر دوش جایز است. بیا اول مسئله تخییر میگیریم. یعنی چی؟ مثلا من برای تو میگویم که ای شنونده مرد باشی، برای جوان ها میگویم که مثلا تزوج فاطمه او اختها. یعنی چی؟ یعنی که فاطمه رو بیا بزنی بگیر یا خواهر فاطمه رو بگیر. این درجه ببینید. او این چی هست؟ واو عاطفه است. این دلالت به چی میکند؟ معناش برای چی است؟ معناش برای تخییر بوده است. یعنی فاطمه را با خواهرش هر دویش رو یک مرد گرفتن نمیتواند، جایز نیست. اپا و خواهر رو یک از گرفتن نمیتواند. این را میگن تخییر، اختیار کن، یا فاطمه را بگیر یا خواهرش را بگیر. اینجا او برای چی بوده است؟ تخییر بوده است. اکنون من برای تو باز مثال رو برای اباحه میارم، برای مباح بودن، جمع کردنشون جایز است. مثلا من میگم که او درست ایها الطالب الصرف و النحو. یعنی چی؟ و صرف او النحو. معذرت میخوام زیرا که درباره او صحبت کردیم. او درست الصرف او النحو، یعنی که درس را بخوان ای شاگرد. چی را؟ صرف را یا نحو را. اینجا در او به معنی چی؟ اباحه. برای چی؟ به خاطر اینکه هر دوش خواندن ممکنه. یا طالب میتوند که هم صرف بخواند هم نحو بخواند، لیکن یک انسان نمیتواند که فاطمه را با خواهرش هر چه یک جایه بگیرد. اکنون فهمیدید؟ او به دو معنی بده است. او برای تخییر، او برای چی؟ اباحه. تخییر در جایز نیست بینشون جمع کردن، در اباحه جایز است هر دویش را جمع کردن. این بود معنای او. میگذاریم به پنجم حرف که ام هست. ام برای چی است؟ ام میگه برای لطلب التعیین بعد همزه الاستفهام، برای طلب معین کردن میآید، لیکن باید پیش ای همزه استفهام بگذارد، یعنی ا بگذارد. مثلا من برای تو میگم که درست صرف ام النحو، یعنی اختیار کن کدامیش خوانده ای تو، یعنی معینش کن، معین کن. تعیین یعنی معینش کن. آیا خواندی درس فقه را یا نحو را؟ پس تو باید بگو، اختیار کنی کدامش خواندی، پس تو از بین نهایتش را اختیار میکنی. این را میگن للتعیین، لطلب التعیین بعد همزه الاستفهام. بعد همزه الاستفهام یعنی درسته الصرف او النحو، ام نحو او نو ام، زیرا که حرف عطف ام رو ما استفاده بردیم. حرف ششم اما می باشد. اما به شرط عمل میکند که یک اما دیگه پیش خودش بیاد، یعنی دو تا اما یک جای جمع شود. وقتی دو تا اما جمع شد پس این به معنای او می شود، به معنای او می شود. مثلا که مثال درباره گفتم که تزوج فاطمه او اختها، گفتیم نه، همون را بیا
این موقعی میگیم که تزوج اما تزوج اما فاطمه تا او اما دقتید عباره را تزوج اما فاطمه تا اما اختها. دیدید با دو معنی میآید اما، اگر که اما دیگه پیش خودش بگذارد، یعنی اما باید دو تا باشد. اما اگر دو تا باشد با دو معنی میشد، به معنای تأخیر یا به معنای اباحه. چطور که در بالا در معنای او در گرفتیم به مثل همون. و هفتم حرف بل هست. بل به معنای چیست؟ بل میگه به معنای اضراب هست. بل میگن للاضرابی. اضراب چی معنی دارد؟ اضراب معناش جعل ما قبلها فی حکم المسکوت عنه، یعنی قرار دادن ما قبلش در حکم مسکوت عنه، از اون سکوت کرده که درباره چی نمیگیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا مثالش بیا بگیریم، مثال قطعی آشکار میشود. مثلا من میگم که ما جاء احمد بل محمد، یعنی که احمد نیامد بلکه محمد آمد. یعنی من درباره احمد کار ندارم، احمد آمد نیامد او را من مسئله یعنی نیامد است اما در کجا است نمیدانم، لیکن محمد آمد. مثلا که ما جاء احمد بل محمد. اینجا بل برای چه؟ اضراب است. یعنی که ما قبلش که احمد است ما با این کار نداریم، ما با محمد کار داریم که محمد آمده است. اینا میگن للاضراب. و هشتم حرف لا هست. لا برای نفی است. مثلا من میگم که جاء محمد لا احمد، یعنی محمد آمد احمد نیامد، نفی کردم. آمدن از احمد چی کردم؟ نفی کردم. جاء محمد آمد لا احمد نیامد. و نهم حرف لکن می باشد. لکن برای چی است؟ لکن میگه تدل على تقریر الحکم ما قبلها و اثبات ضده لما بعدها. تقریر حکم است، اقرار کردن حکم است برای ما قبلش و اثبات کردن ضدش برای ما بعدش هست. یعنی چی؟ مثلا میگویی که لا احب الكافر، لا احب الكافر بل المسلم. یعنی چی؟ یعنی دوست نمیدارم کافرها را، بل مسلمه، معذرت میخوام، لكن المسلمه. اینجا لكن رو باید استفاده بریم. مثلا میگیم که لا احب الكافر لكن المسلمه، یعنی دوست نمیدارم کافره لكن المسلمه. لكن معنیش چیست؟ لكن یعنی که دوست میدارم مسلمان را. اهمیت دادید؟ لكن برای چی است؟ تقریر حکم ما قبل و اثبات ضدش می باشد. اثبات ضدش، من کافر را دوست نمیدارم، ضد دوست نداشتن چی است؟ دوست داشتن. پس مسلمان را دوست میدارم. این معنای لکن است. و حتی برای چی است؟ حتی برای تدریج و غایه هست. تدریج یعنی که آهسته آهسته یک حکم صادر شدن، اینا میگن چی؟ تدریج. مثلا که میگیم که یموت الناس حتی الانبیاء. ببینید یموت الناس، مردم میمیرن، حتی الانبیاء، حتی پیامبرا هم میمیرن. و همچنین حتی به معنای ابتداییه می شود، یعنی حتی به چند معناست. برای خاطر صاحب کتاب چی گفت؟ و حتی فی بعض المواضع گفت، حتی در بعض جایها عاطفه می باشد. پس این بود معناهای حرفای عاطفه. اینها رو باید حفظ کنید تا اینکه در عباره معناشا بفهمید که چی هست. اکنون دوام عباره رو میخونیم. میگه فاین عطفت بها على مرفوع رفعت. پس اگر عطف کردی، عطفی چی را در نظر دارد؟ عطفی النسق. عطفی بیان در گفتیم در این کتاب آجرومیه گپ نمیزند، عطفی بیان در دیگر کتاب ها گپ میزند یا در شرح همین کتاب گپ میزند، اما در خودی متن ده
درباره عطف بیان چیزی نمیگد. میگه فاین عطفت بها علی مرفوع رفعت، اگر عطف کردی با همین حرفای دهگانه، بها یعنی به هذه الحروف العشرة، به همین حرفای دهگانه، علی مرفوع به یگان اسم مرفوع رفعت، پس او را مرفوع میکنی. او علی منصوب نصبت، اگر عطف کردی در جای منصوب نصبش میکنی. او علی مخفوض خفضت، اگر در اگر در مکسور مخفوض اگر که عطفش کردی، خفضت یعنی که کسرش میکنی، مکسورش میکنی. او علی مجزوم جزمت، اگر در جای مجزوم ذکرش کردی جزمش میکنی. یعنی که کدام جای در عطف شد با مثل برای این تابع است. چون که در نعت در گرفت بدیم کو، اگر در مرفوع را نعت کردیم منعوت، اگر منعوت مرفوع باشد نعت مرفوع می شود. اگر منعوت مجزوم باشد منصوب باشد نعت منصوب می شود. اگر منعوت مجرور باشد مخفوض باشد نعت همچنین مخفوض می شود. اکنون عطف هم بدون که به مثل همون هست. بیاین مثالش می خونیم. تقول قام زید و عمر. ببینید قام زیدون مرفوع است به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فاعل هست. و عمرون برای چی مرفوع است؟ برای که عطف به جای زیدون هست. زیدون مرفوع بود، برای همین عمرون مرفوع شد. به سبب چی عطف شد؟ به واو. واو گفتیم برای چی است؟ لمطلق الجمعی، واو برای مطلق جمع هست. و رأیت زیدن و عمرن، و رأیت فعل و فاعل هست، زیدن مفعول به است منصوب، و عمرن عطف به جای زیدن هست. و رأیت زیدن و عمرن، دیدید زیدن منصوب شد، عمرن همچنین منصوب شد. برای چی؟ به خاطر اینکه حالت نصب آمد، با واو عطفش کردیم. عطفی چی میگن جیرا؟ عطفی نسق. اگر به همین حرفای عشره، همین حرفای دهگانه قطع اگر عطف شد، این عطفی نسقش میگن. و مررت بزید و عمر، و مررت بزید و عمر. ببینید زیدین مجرور شد و عمرین مجرور میشود. برای چی؟ به خاطر آنه که عطف است به جای زیدین. پس همین را شما میتوانید که مثال های در بالا بوده را مانده همین رو عملی کنید. مثلا قام زیدون و عمرون مطلق جمع است. قام زیدون فعمرون، این برای چی است؟ الترتیب و تعقیب است. مثلا قام زیدون ثم عمرون، این برای ترتیب و تراخی هست. همین طور تا آخرش هم میتونید شما بمونید و کدامش در پیش آخرش اون چی لازم بود، ما مثلا، یا که لا لازم باشد، یا مثلا همزه استفهامیه لازم باشد، چیزی باشد، همین مثالا را بمونید، همین مثالا را کار کنید، به همون 10 تا حرف قطعی کار کنید تا اینکه این مسئله را شما خوب درک کنید و خوب از خود بکنید. پس این بود درس امروزه ما و شما از کتاب متن الاجرومیه. با این حرفای عطف یا موضوع عطف خلاص شد و ان شاء الله درس آینده سیوم توابع را خواهیم گرفت. درس آینده ان شاء الله این موضوع را دوام خواهیم داد. با همین درسی 18 ما و شما به پایان رسید. تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق باشید. و برای درس طولانی شدن معذرت زیاد میخوام، به خاطر فهمو شدن، به خاطر ساده فهم شدن مجبور هستم که تفصیلات و توضیحات زیاد بدهم تا اینکه شما درک کنید که مقصد از عطف چی است یا این باب چی تقسیماتی دارد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.